اول خو هر کدام ما شما من حیث یک مسلمان کوشش بکنین که برای فرزندتان مادر خوب را انتخاب کنید. دقیق شده که تعلیم، تحصیل، ایمانداری مادر سر اولاد تاثیر خواهد و مادر مکلفیتش این نیست که کوشش بکنه یک پدر خوبی را برای آینده فرزندش تعیین کنه. یه اساسی کرد. هرگاه ما در انتخاب خانواده خوب شدیم، بعد قدم دوم گذاشته میشه که صاحب اولاد میشه. وقتی که صاحب اولاد شدیم بسیار زیاد حقوق قبل از اینکه او به دنیا بیاید سر ما میآید. حق یک فرزند بر پدرش است که لقمه حلال را برای فرزندش بدهد، از حرام دوری بکنه. هر قدر نان حلال را به فرزندتان دادین، فرزندتان مستعد، خوب و قوی میاد. دوم، کوشش بکنیم که از نظر جسمی طفل را حمایت بکنیم. یعنی اگر مادرش حمایت کردی، در حقیقت طفل حمایت میشه. سه، وقتی که به دنیا آمد شکر الله را ادا بکنین. خدا برتان یک فرزند سالم را برتان عطا کرد. بعد فکر بکن که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی تعاملی داشت با فرزند نوی که به دنیا آمد. اولی که عقیقه برش بکنه، در عقیقه باز نام سرش میمانه، مویکایش تراش میکنه و به اندازه همون موی قیمتش را در راه خداوند متعال صدقه میتیم و در همون مجلسی که مسلمان ها حاضر میشن بعد سرش یک نام نیک را انتخاب. رسول الله صلی الله علیه و سلم در انتخاب نام دو نام را عنوان کرده به عنوان مثال که عبدالله و عبدالرحمن است. یعنی هر نامی که شما میگذارین او باید در اسما و صفات الهی پیدا شود. عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالله دیگه برین پشت آخر. و یا هم برین و نام های رسول الله صلی الله علیه و سلم او را برش انتخاب بکنه. یا برین در تاریخ اسلامی ما، تاریخ حضرت ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، همون تا پیش برین. بسیار زیاد صحابه هر کدامش که ما انتخاب کردیم و تفاعل نیک بگیرین. فرزند که به دنیا آمد برش بگو که به طور مثال یکی از فرزندایتان مثلا بگذارین سعد، صحیح شده؟ سعد سرش بگذار. حال دیگه تاریخ سعد را برش بخوان، چی سعد ابن ابی وقاص برش میگی، چی یک سعد دیگر برش میگه. چندین صحابه نام سعد است. او را برش بشگکت قصه کرده برو و چه مفرانزی که سعد ابن ابی وقاص کی بود. باز برش بگه که صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، این تو شجاع بود، این تو رزمید و جهاد کرد و این تفلک وقتی که میبینه که ما با کی منصوب شدیم، شجاع میشه، قوی میشه، دلیر میشه. این حقشان است. دقیق شده؟